باره آفتاب و شمال بحث کردند که کی زورتر پرقوتتر است. بحثشان خیلی دیر دوام کرد. در این هنگام از آنجا سیاحی می گذشت که به سیاحت می رفت. انا نگاه کن، گفت شمال. من چگونه بارانی او را در یک چشم زدن از تنش کشیده می گیرم. شمال با تمام قوتش به هشتک کشی درآمد. اما هر قدر که شمال سخت در وزد، مرد مسافر بیشتر بارانیش را به خود می پیچاند. شمال به غضب آمد و به سر و روی مسافر بیچاره برف و باران را غراند. مرد مسافر تر شد، خنک خورد و به شمال لعنت خوانده گریبانهایش را پوشاند، میان بندش را سخت‌تر بست و راهش را ادامه داد. شمال عاجز و مضطر ماند. آفتاب که از پشت ابرها این همه را نظاره می کرد، تبسم کرد و نورهای زرینش را افشاند و از پشت ابرها بیرون آمد. به زمین و زمان گرمی و روشنی بخشید. بیچاره مسافر خنک خورده را نیز گرم کرد. مسافر خوشحال شد و به آفتاب سپاس گفت و بارانیش را کشید و به بارخلتش گذاشت و به راهش ادامه داد. انا دیدی، گفت آفتاب، آن کاری را که تو با قهر و غضب انجام داده نتوانستی، من با مهربانی و نوازش انجام دادم، گفت آفتاب. شمال از قهر و غضب و ناتوانی به خود پیچید ولی حرفی نگفت، چون که آفتاب حق بود.